سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام توی این ویدیو، حالا ممکنه مبتدی باشه، بهتون یاد بدم که چجوری کیف پول خودتون رو چک بکنید، تراکنش‌هایی رو که داخل کیف پول انجام دادید رو چک بکنید. سریع بریم سراغ آموزش. حالا قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، بچه‌ها میخوام سایت دی بانک رو هم به شما معرفی بکنم که میریم جلوتر بهتون توضیح میدم. حالا ویدیو رو تقسیم میکنم، اگه اینا رو بلدی بزن از همونجا ببین دیگه. اوکی. خب بچه‌ها، شما برای اینکه بتونید تراکنش‌های خودتون رو که داخل کیف پول انجام دادید رو پیگیری بکنید، کافیه بیاید سایت کوین مارکت کپ، اون ارزی که دوست دارید حالا مد نظرتون هستش رو سرچ بکنید. اینجا من تون کوین رو آوردم. وقتی ارز خودتون رو آوردید روش کلیک کردید، میایید این قسمت پایین، قسمت اینفورمیشن، اینجا نتورک اینفورمیشن. خب اینجا رو میای، اینجا چین اکسپلور زده. خب همون سایت اول، حالا اینجا چون تون هستش، تون اسکن هستش دیگه، روی این کلیک میکنید. بعد از اینکه روی این کلیک کردی وارد حالا یه همچین صفحه میشید. اینجا چی میگم، یه قسمتی هستش که آدرس خودتون رو وارد بکنید، قسمت سرچ هستش. شما کافیه که اگه شما ببین، شما وقتی میخواید کارت به کارت بکنید، یه رسیدی به شما میده دیگه. اوکی، اونجا این کد پیگیری داره. حالا توی بلاک چین هم شما اون کد پیگیری در واقع هش همون کد پیگیری شما هستش. شما میتونید اون هش رو اینجا وارد بکنید و اون تراکنش رو پیگیری بکنید، یا اینکه نه، اصلا آدرس ریسیو خودتون رو اینجا وارد بکنید و کیف پول خودتون رو ببینید چه بلایی سرش آوردید. حالا من یک کیف پول اینجا وارد کردم، کیف پول خودم هم نیست. حالا آدرسش رو کپی پیست میکنیم اینجا یه هیستوری تاریخچه‌ای از تراکنش هایی که این کیف پول انجام داده رو به شما نمایش میده، که حالا آخرین تراکنشش هم همونطور که مشاهده میکنید 16 دقیقه قبل هستش که یه مقدار حالا تون کوین، اگه این آدرس کیف پول ما هستش، یه مقدار تون از این کیف پول به این کیف پول، حالا اگه که ما باشه به این کیف پول واریز شده. میتونید اینجا حالا بررسی بکنید خودتون. اینجا قسمت NFT ها هستش که اگه NFT داخل شبکه تون داشته باشید میتونید اینجا پیگیری بکنید، ببینید چه NFT هایی داره. حالا یه خاصیت خوب، حالا هم معایب میتونیم حساب کنیم، هم مزایا. خیلی شفافه، همه میتونن موجودی کیف پول شما رو ببینن اینجا به NFT ها. و این قسمت هم بچه توکن هایی که روی شبکه تون هستش رو میتونید مشاهده بکنید که حالا چه توکن هایی داره و چیکار کرده. برای قسمت اتریوم هم بچه دقیقاً همه کوین ها این هم هستش. وارد کوین مارکت کپ میشید، اینجا اتریوم رو ETH رو سرچ میکنید، میایید قسمت باز اینفورمیشن نتورک. خب باز قسمت اکسپلور، همون سایت اول اتر اسکن رو میارید. اتر اسکن رو که وقتی زدید، حالا من اینو باز نکردم، اتر اسکن رو بچه‌ها باز میکنید. دقیقاً این قبلی هستش دیگه، آدرس هش. اینجا حالا میگه آدرس هش خودتون رو یا بلاک، حالا هر چی که هستش رو میتونید سرچ بکنید. حالا من آدرس کیف پول خودم رو اینجا سرچ میکنم، کپی پیستش میکنم، حالا میاره، ببین روش کلیک میکنم، حالا اطلاعاتی در مورد کیف پول میده. میگه حالا من این کیف پول رو برای ایدراپ درست کردم. آخرین تراکنشی که داشته 63 روز قبل هستش، که حالا مثلا این مقدار کجا نوشته، این مقدار والیوم اتریوم به کیف پول از این آدرس به این آدرس وارد شده، که این آدرس کیف پول من هستش. و توکن اینجا هم تاریخچه، حالا اگه من توی شبکه اتریوم توکنی داشته باشم اینجا نمایش میده. و این قسمت هم یه نمودار مانندی به شما نشون میده که شما میتونید بررسی بکنید که این کیف پول چی کار کرده. حالا مثلا مقدار دارایی که مثلا کمترین دارایی دلاری رو اینجا نوشته که 101 دلار بوده، و اینا رو نوشته، یا مثلا کمترین دارایی بالانسی که داشته این کیف پول. اینا رو میتونید مشاهده بکنید. همین میتونید اینطوری پیگیری بکنید حالا اگه تراکنشی زده باشید. و اما بچه‌ها بریم سایت دی بانک رو به شما معرفی بکنم. سایت دی بانک بچه‌ها یه سایتی هستش
که ببین اگه شما داخل کیف پول دیدید دیگه یه پورتفو مانندی هستش دیگه. شما مثلا داخل کیف پولت یه مقدار اتریوم دارید، یه مقدار حالا یو اس دی دارید روی شبکه اتریوم، اینا رو نشون میده. ولی اگه شما داخل کیف پول توکنی استیک کرده باشی اونجا دیگه نشون نمیده. به دارایی اطلاعات هستش داخل کیف پول ولی ممکنه کیف پول نشون نده. کار دی بانک این هستش که یکی از کاراش این هستش که شما میتونید پورتفوی دیفای خودتون رو ببینید. حالا بیایید اینجا برای مثال بچه ها، من حالا همون آدرس کیف پول خودم رو کپی پیست میکنم اینجا. میتونید اینجا آدرس کیف پول خودتون رو کانکت بکنید یا میتونید کانکت نکنید. البته کانکت بکنید یه سری امکانات بیشتری به شما میده که مثلا میتونید کیف پول نهنگ‌ها رو دنبال بکنید. حالا اینجا پورتفوی من رو نشون داده بچه ها، میبینید فقط اتریوم دارم داخل کیف پولم. حالا مقدارش رو به من نشون میده. فقط در نظر داشته باشید بچه ها این از همه شبکه ها پشتیبانی نمیکنه ولی از بیشترشون پشتیبانی میکنه. حالا اینجا میتونید بزنید شبکه هایی که پشتیبانی میکنه رو به شما نشون میده. حالا اتریوم، بی ام بی، این شبکه هایی که پلیگان، این شبکه ها رو حالا پشتیبانی میکنه. حالا سایر شبکه ها رو مشاهده میکنید ولی بعضی از شبکه ها رو پشتیبانی نمیکنه. ممکنه داخل کیف پول خودتون آدا داشته باشید، کاردان داشته باشید ولی اینجا نمایش نده. اینا در نظر داشته باشید. خب ببین اینجا پورتفوی شما رو نشون میده، این قسمت NFT هایی که داخل کیف پول خودتون دارید و اینجا تراکنش هایی که به این کیف پول انجام شده رو مشاهده میکنید که همونطور که میبینید فقط این رو برای من خودم انجام دادم، بقیه رو همش اسکم هستش. که حالا به نوعی میخواستم مثلا به عنوان ایدراپ مثلا یه NFT میفرستم به حسابت، به کیف پولت، میگم برای نقد کردنش کیف پولتو به این سایت وصل بکن. اوکی. حالا بچه ها شما میتونید قسمت بعد همون نشان ها کیف پول هایی رو که حالا مطرح هستن یا نشانی دریافت کردن رو مشاهده بکنید. حالا مثلا میگه بیشترین ایدراپ هانتری توکن دجن هستش که میتونید روش کلیک بکنید. خب یه مقدار باید صبر بکنید. خب اینا رو نشون میده. میگه کیف پول هایی هستش که بیشترین توکن دج رو دریافت کردن. حالا اینجا مشاهده میکنید. حالا مقدار رو حالا اینجا براتون نمایش میده که شما میتونید اینا رو فالو بکنید. حالا من برای نمونه یکیش رو من باز میکنم. باز شده داشتم اینجا فکر کنم، نه. خب تا این بالا میاد بچه. این سایت فیلتر هم نیست، چه عجب، برای اولین بار بدون فیلتر شکن هم بالا میاد. حالا ولی شما از فیلتر شکن استفاده بکنید. خب پورتفوی این کیف پول رو به ما نشون میده. ببین این مقدار اتریوم داره روی شبکه بیس، زورا، بایننس اسمارت چین و سایر شبکه‌ها رو به شما نشون میده که این کیف پول پشتیبانی میکنه. و حالا قسمت ولت ها، ببین قسمت ولت این مقدار دارایی داخل کیف پولش داره که میتونید اینجا ببینید. مثلا این مقدار از این توکن رو استیک کرده که همه اینا رو شما میتونید اینجا مشاهده بکنید. خب همه این مثلا یه مقدار دیپازیت کرده، باز همون استیک کرده. ممکن مثلا شما یک کیف پول رو در نظر داشته باشید، میتونید از این سایت استفاده بکنید برای اینکه اون کیف پول رو دنبال بکنید. حالا این خودتون بررسی میکنید. حالا اینجا قسمت NFT هاش هستش که توضیح دادم. NFT تمام NFT هایی که روی این شبکه هایی که این سایت پشتیبانی میکنن رو به شما نشون میده. حتی بچه اینجا قیمت هم میزنه، قیمت میانگین هم میزنه که میتونید مشاهده بکنید. قسمت بچه تراکنش هایی که این کیف پول انجام داده، این قسمت شما مثلا میتونید یک کیف پولی رو دنبال بکنید. حالا بذارید من کیف پول خودم رو به این سایت وصل بکنم. Next Connect. خب حالا Verify بذارید ببینیم چجوریه. تایید میکنیم ربات نیستیم. اوکی. اگه بچه کیف پول خودتون رو به این سایت وصل بکنید، میتونید شما اکانت های شما نیاز هستش که یه آیدی عین این برای خودتون بسازید.
هر موقع که این آیدی رو ساختید، خب برای اینکه این آیدی رو بسازید بچه‌ها یه مقدار باید هزینه بکنید. حالا اگه سرمایه‌تون کمه نمیصرفه، ولی هم میتونید آدرس‌ها رو ذخیره بکنید، همین تو این سایت وارد بکنید و پول‌ها رو به نوعی دنبال بکنید. الان مثلا مشاهده می‌کنید روی شبکه بیس یه تراکنش انجام داده، 9 اتریوم داده و این مقدار حالا چه توکنی رو ننوشته اینجا بچه‌ها چی گرفته. حالا این مقدار حالا معلوم نیست، روی شبکه بیس داره فعالیت میکنه یا اینجا تراکنش هاشو مشاهده میکنید و همین و میتونید اینا رو ببینید، نشانهایی که این دریافت کرده. اگه نشانی چیزی دریافت کرده باشید اینجا حالا نشون میده و همین دیگه. حتی میتونید بچه‌ها به این طرف پیام بدید، منتها باید $1 هزینه بکنید تا به این پیام بدید. فکر نکنم هر کی بخواید پیام بدی شاید مثلا جوابتون رو ندن. و آره همین بچه‌ها، خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودی. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید یا علی.